خالی تیز سر کن که نماز رو دیر میکنیم. السلام علیکم. زیاد میبخشید برای دیر کردنم. و علیکم السلام و رحمت الله. ترسیدم که نماز رو دیر کنیم. مسجدی که نماز رو امروز در آن میخونیم کمتر از خانه‌تان دورتر است. چرا در این مسجد نزدیک نماز نمیخونیم؟ من میخوام که شما همراه من به مسجدی که برای حفظ قرآن میروم با هم رویم. برادرم این کار خیلی خوب است. جزاک الله خیرا. بزن، بردار. ما اکنون الحمدلله رسیدیم. اگرچه کمی هم دیر کردیم و مؤذن باشد قامت نماز را گفته ایستاده است. سبحان الله. آیا این بچه ها آواز مؤذن را نمیشنوند که برای نماز اذان میگوید؟ البته شنیدند، چون که آنها در پهلوی مسجد بازی میکنند، در حالی که آواز بلند گوید که مسجد به تمام گوشه و کنار این محله میرود. پس این خیلی باشد آنها صدای مؤذن را میشنوند که میگوید حی علی الصلاة، حی علی الفلاح. به سوی نماز بشتابید، به سوی رستگاری و نجات بشتابید. اما از آن روی میگردانند و ندای او را نمیپذیرند. یا این سخن مؤذن که میگوید الله اکبر، خدا بزرگ است، همان ذاتی که هر شنونده آن را شنود شایسته و ارزنده است آنچه در دستش است آن را بگذارد، حتی تجارتش را، و به سوی نماز برود. ازیاد چرا ما به نزد آن بچه‌ها نمیرویم و آنها را برای رفتن به سوی نماز و ترک نمودن بازی نمیخونیم؟ این کارمون نیست. مادامی که خودمون الحمدلله نماز میخونیم، گناه آنها و ترک نمازشان به ما هیچ ضرر و زیانی نمیرساند. خدای تعالی میگوید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. پس بیا به مسجد رویم. زیاد چرا امروز از نماز دیر کردی؟ استاد میبخشید هنگام در آمدن ما به مسجد بعضی بچه‌ها رو دیدیم که بعد از آن گفتند در کنار مسجد فوتبال بازی میکردند. پس ما از این کارشون بینهایت حیران و در تعجب افتادیم و در معنای کلمات از آن تدبر و اندیشه کردیم که کسی آن رو میشنود باید در حال آن رو اجابت نماید. آیا آنها رو به نماز و ترک بازی دعوت نکردید؟ نه هرگز. من چنین قصد کردم، اما زیاد باشد مرا گفت این کارو نکن و با آنها کاری نداشته باش. بله، من او را فهماندم که خطا و گناه آنها ما را هیچ زیان و ضرری نمیرساند مادامی که الحمدلله ما خودمون نماز میخونیم. و این سخن خدای تعالی را برایش به یاد آوردم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای کسانی که ایمان آوردید، خودتان را نگاه دارید. اگر هدایت یافته باشید، گمراهی کسانی که گمراه شدند به شما زیانی نمیرساند. ای زیاد، خدا تو را ببخشد. این آیت را نباید چنین بفهمی. چگونه باید فهمیده شود ای استاد؟ روز ابوبکر صدیق رضی الله عنه بالای منبر برآمد و گفت ای مردم، شما این آیت را میخوانید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. شاید شما این آیت را دیگر خیلی میفهمید و من پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفت اگر مردم کار منکر و ناپسند را دیدند و آن را تغییر ندادند، نزدیک است که همه آنها را، یعنی مردم نیک، و بعد به سبب آن در عذاب و شکنجه خدا قرار گیرد. استغفر الله، چون که من آیت را نادرست فهمیدم. بله پسر جانم، در این آیت خوب اندیشه کن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. گمراهی کسانی که گمراه شدند به شما زیان و ضرری نمیرسانند اگر شما هدایت یافته باشید. از کمال هدایت فرد مسلمان این است که امر به معروف و نهی از منکر کند. پس هر وقت که شخص مسلمان امر به معروف و نهی از منکر کرد، پس در این صورت گمراهی و معصیت کسانی که دعوتش را قبول نکردند به او زیان و ضرری نمیرساند. ای زیاد، به همین خاطر برای ما ضرور است که نباید ما آیات‌های قرآن کریم را با فهم خود به شرح و تفسیر مفسران و دانشمندان معتبر آنها را تفسیر کنیم. احسنت ای پسر جان. خداوند تعالی میگوید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل علم بپرسید. Ba ba ba